جلسه دوم قراره که بررسی بکنیم RL از چه قسمت‌هایی تشکیل شده. برای مثال یه چیزایی داریم مثل ایجنت، پالیسی و چیزای مختلف دیگه مثل اسپیس. قراره که اینا رو با هم بررسی بکنیم. همچنین قراره که در آخر متوجه بشیم که یک مسئله‌ای که در این قالب هست رو چجوری تجزیه بکنیم. پس بریم روی اسکرین ببینیم که reinforcement learning، ایجنت و پالیسی اون چیزایی که میگیم دقیقاً چی هست. خب سلام خدمت همگی. با جلسه بعدی از کورس reinforcement learning یا همون آموزش تقویتی خدمت شما هستیم. تو این جلسه میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به اینکه به چه شکل‌هایی ما میتونیم یک مسئله‌ای که مثلا میتونه مسئله سرچینگ باشه، حالا میتونه مثلا پیدا کردن یک مسیر باشه یا کوتاه‌ترین مسیر باشه، رو با هم صحبت کنیم در موردش، رو ببینیم که چه راههایی داریم و به چه شکل هست. واسه ورود به reinforcement learning ما لازم هستش که اول چند تا سوال کلیدی رو بدونیم و در موردش صحبت کنیم و به جوابش برسیم، چون یک جورایی پایه و اساسیه که قراره در جلسات بعدی هی بهش یه عقب گردی داشته باشیم و دوباره بهش اشاره بکنیم و دوباره توی کارمون ازش استفاده بکنیم. چند تا اینجا سوال هستش. یه دونه این که مثلا تعریف ایجنت و انوایرمنت چی هست توی RL، یا مثلا ابعاد این انوایرمنتی که ما داریم چه چیزهایی هست، یا مثلا تعریف استیت چیه، اکشن سپیس چیه، یا اون پالیسی که یکی از چیزهای مهمی که هستش توی RL بدونیم که دقیقاً به چه شکل هست، معنیش چیه، چه کاربردی داره، اصلا دقیقاً چه کاری رو انجام میده، چه کاری رو از پیش میبره. اول میخوایم راجع به ایجنت و انوایرمنت صحبت بکنیم. خیلی سعی میکنیم خلاصه در موردش صحبت بکنیم و خیلی کلی، چون قرار نیست در مورد خیلی جزئیاتش صحبت بکنیم. خیلی خوبه که اول یه کلیتی ازش بدونیم، بعد اگه لازم شد هر جا خیلی عمیق‌تر در موردش صحبت میکنیم. تعریف‌های زیادی وجود داره، ولی من سعی کردم که تعریف‌های خیلی اصلی رو برای شما توی این جلسه جا بدم. همینجا شروع بکنیم. گفته که ایجنت یک انتیتیه، یک موجودیته که یک چیزهایی رو درک میکنه و همینطور توی انوایرمنت یه اکشن هایی رو انجام میده، یک کارهایی رو انجام میده. همینطور پایین‌تر تعریف کرده که انوایرمنت چیه. گفته انوایرمنت هر چیزی هستش که خارج از اون ایجنت هست، یعنی اگر ایجنت رو یک موجودیتی فرض بکنیم، هر چیزی خارج از اون ایجنت میتونه برای ما انوایرمنت محسوب بشه که اون ایجنت باهاش یک ارتباطی داره. این شکلی که سمت راست این متن هست یک شکل خیلی خلاصه و کلی نشون میده که ما یک ایجنتی داریم که این بالاه و یک انوایرمنتی داریم که این پایین هستش و ارتباطشون به این شکل هستش که ایجنت یک اکشنی رو انتخاب میکنه، مثلا اکشن شماره 1 رو انتخاب میکنه، حالا میتونه هر چیزی باشه. این روی انوایرمنت تأثیر میذاره، به انوایرمنت انتقال داده میشه و همینطور انوایرمنت یک فیدبکی به ایجنت برمیگردونه به عنوان اینکه حالا استیت مثلا چه تغییری کرده یا ریواردش چی بوده. خیلی مثال ساده اینه که یک بچه رو فرض میکنیم که مثلا دستش رو میبره توی مثلا شومینه. این شومینه چون روشن هست و آتیش داخلش گرم هست، داغ هست، این انوایرمنت، این آتیش، حالا هر چیزی که هست، شروع میکنه حرارت رو دادن به این دست کودک و این یه جورایی فیدبکیه که این انوایرمنت داره به این ایجنت میده و دستش شروع میکنه به سوختن. حالا اینجا ما یه ریوارد منفی داریم که آره به عنوان تنبیه متوجه میشه که نباید دستشو ببره توی آتیش. همینطور از مقاله Reward is Enough که مقاله آقای دیوید سیلور هست، یکی از بزرگان RL، برای شما تعریف ایجنت و انوایرمنت رو آوردم. خواستم به هر دو شکل ما این تعریف رو داشته باشیم. خیلی هم پیشنهاد میکنم بهتون که حتما این مقاله رو دانلود کنید و یه اسکرول کوچیک بکنید بالا پایین ببینید چیا داره، به چه شکل هست و از چه قراره. حالا لازم نیست کامل مقاله رو بخونید، ولی دید کلی خوبی بهتون میده. بد نیستش که یه نگاهی بهش بیاندازید. توی این مقاله
که اسمش reward is enough هست گفته که ایجنت رو اینطور تعریف کرده که یک سیستمیه که تصمیم گیری میکنه که بین توی تصمیم گیری هایی که کرده بر اساس اینکه چه اکشنی رو انتخاب بکنه اون فیدبک هایی که از انوایرمنت میگیره تغییر میکنن، که حالا میتونه این اکشن هاش بر اساس یک سری ورودی باشه. مثلا اگر یک سیستم دیسیژن میکینگ یا همون تصمیم گیری داریم، این بالاخره از یک جایی یک اینپوتی بهش داده میشه، یک ورودی بهش داده میشه. این ورودی ها میتونن یک سری سنسور باشن یا چیزای مختلف دیگه. بالاخره یک ورودی داره، یک چیزی این ایجنت میگیره که بخواد طبقش یه تصمیمی بگیره و یک اکشنی انجام بده. همچنین environment رو اینطوری تعریف کرده که گفته یک ست، یک میشه گفت حالا یک دسته یا حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم از تمام حالتهای ممکن که میتونه ایجنت خودش اینها رو مثلا پیدا بکنه و هی حدس و آزمایش بکنه یا حالا با الگوریتم های مختلفی به این استیت ها برسه، که حالا میتونه یک سری قوانین داشته باشه برای اینکه چجوری بین این استیت ها جابجا شه. همچنین توی شکل سمت راست شکلی هستش که برای ایجنت و انوایرمنت توی این مقاله ترتیب داده آقای دیوید سیلور، که اون بالا یک مثالی زده که توی طبیعت واقعا به همین شکل هستش که یک سنجابی رو مثال زده که به یک درختی میرسه، این چیزی که دنبالش هست رو بر میداره و توی یک جای چال میکنه و تعدادش رو میبره بالا. حالا همین مصداق رو آورده پایین توی ربات ها که به چه شکل انجامش میدن. اینجا ما یک اسمی میبینیم به نام مکسیمایز کردن. داستان اینه که این سنجاب به کمک هوشش یا اون پایین اون ربات به کمک حالا هوش مصنوعیش، اون پردازندش یا حالا هر چیزی که هستش، تلاش میکنه که با این اکشن ها ریوارد های خوبی بگیره و همچنین بعد از اینکه به این استیت رسید، بعد از اینکه فهمید نباید چه کارهایی بکنه، چه کارهایی خطاست، اشتباه و ضرر داره و متوجه کارهای درست شد، شروع میکنه به مکسیمایز کردن ریوارد های مثبتی که میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما یک رباتی رو فرض کنید که سهام خرید و فروش میکنه، حالا توی هر مارکتی کاری نداریم. در وهله اول این ربات باید یاد بگیره که این سهام هایی که میفروشه و میخره رو طوری این کارها رو انجام بده، یعنی طوری این معاملات رو انجام بده که وارد ضرر نشه. اگه بهش $100 دادن نمیخوایم $0 به ما برگردونه، یعنی اون موجودی رو صفر بکنه. اول از همه باید یاد بگیره که این 100 رو بکنه $101 $102 و الی آخر. دومین مرحله وقتی که از این مرحله عبور میکنیم این هستش که این ربات باید یاد بگیره که علاوه بر این که سودده باشه، سعی کنه که بیشترین سود رو برسونه. یعنی یک سری استراتژی خودش پیدا بکنه، راههای مختلفی رو تست کنه که بیشترین سود رو بده. شاید بتونه در یک روز مثلا به جای $1 یا مثلا هر یک هفته $1 بتونه این رو مثلا چه میدونم به ساعتی مثلا چه میدونم $1 یا هر 6 ساعت $1 برسونه. استراتژیش رو انقدر قوی بکنه که به بیشترین حالت ممکن برسه، بیشترین حالت ممکن موفقیت. اینجا میخوایم در مورد ابعاد یک environment صحبت بکنیم. environment رو که بهش اون تعریفی که میخواستیم انجام بدیم رو تعریف کردیم که هر چیزی که خارج از اون ایجنت باشه و یا ایجنت باهاش یک اینتراکتی داشته باشه، یک ارتباطی داشته باشه، میتونه محیط و یا جزوی از محیط باشه. سه تا چیزی که هست اینه که یک observation داریم، ما یک اکشن داریم و یک ریوارد داریم. اگر شما این شکل رو دقت بکنید و ما یک ایجنتی داشته باشیم که هر چیزی میتونه باشه، ارتباط بین environment و ایجنت به این شکل هستش که ایجنت یک چیزی بالاخره از environment میبینه، حالا شاید همون اول نه، ولی وقتی که یک اکشنی انجام میده، مثلا توی این بازی وقتی که دسته به سمت راست و چپ میره، اون توپ به این محل قرمز برخورد میکنه و اون خونه های بالا رو شروع میکنه خراب کردن. این اکشن ما که دسته رو به سمت راست یا چپ میبریم
کاریه که روی محیط تأثیر میذاره و همچنین در نهایت ما این ریواردش رو میبینیم. این ریوارد حالا توی اینجا میتونه امتیاز ما باشه که مثلا 210 هستش که برگشته به ایجنت. همچنین یک ابزرویشنی که چیزی که ایجنت میتونه ببینه، به این میگن ابزرویشن. اکشن که مشخصه، کاریه که ما انجام میدیم که مثلا اینجا دو حالت بیشتر نداریم، یا راست یا چپ، و یک ریواردی که انوایرمنت به ما برمیگردونه به عنوان فیدبک که بدونیم وضعیتمون چطوریه، آیا خوبه، بده، باختیم، چند بار باختیم یا نه. استراتژی خیلی خوبی در پیش گرفته که با کمترین مقدار بازی کردن و کمترین اکشن ها داریم بیشترین ریوارد ها رو میگیریم. بحث بعدی در مورد استیت هست. استیت چیزیه که ما قبلا اسمشو بردیم، توی همین جلسه هم ازش اسم بردیم، ولی شاید براتون سوال باشه که خب استیت چی بود. استیت رو اگر بخوایم تعریف بکنیم خیلی به شکل سمت راست که بی هست نزدیکه. اینکه ما یک سری استیت داریم. توی این اسلاید میخوایم در مورد استیت صحبت بکنیم. استیت چیه؟ به زبان ساده و همونطور که از معناش پیداست توی یادگیری تقویتی، معنیش همون حالت یا شرایطیه که اون ایجنت درش حضور داره. یعنی برای مثال ایجنت ما یک اکشنی رو انتخاب میکنه و روی انوایرمنت بالاخره یک تغییراتی ایجاد میکنه. این ایجنت دیگه اون استیت قبلی رو میتونه نداشته باشه. چرا؟ چون فرض کنید ایجنت شما همون عکس بی هستش که سمت راست اسلاید قرار داره. این ایجنت اکشن راست رو مثلا انتخاب میکنه، میخواد بره به راست. این به اکشن روی به انوایرمنت میرسه و قاعدتا چیزی که اتفاق میفته اینه که دیگه این نقطه نارنجی رنگ همون استیت قبلی رو روی همون محور مختصات نداره، بلکه یک شیفتی به راست پیدا کرده، به سمت راست حرکت کرده. به زبان ساده اگه بخوایم استیت رو بگیم همین میشه که یک سری یه نوعی اطلاعیه که ما بدونیم که ایجنتمون مثلا اکشن جدیدی که انتخاب کرده الان استیتش به چه حالته، وضعیتش چطور هست، کجا هست. در ادامه استیت ما اکشن اسپیس رو داریم که اکشن اسپیس تمام حالتهای ممکنه اکشن هاییه که یک ایجنت میتونه انجام بده و در محیط به کار ببره. اینجا ما توی شکل یک گرید ورلد داریم که سمت چپ هست 3x3 و یک مثال خیلی معروفی هستش که سمت راسته که یک ماشینی که اون پایین هست، یک کوهیه و این ماشین تا یک حد کمی بنزین داره. پس با استفاده از این شیب ما میخوایم به اون تارگتمون برسیم، به اون پرچم برسیم. حالا چرا به دو قسمت تقسیمش کردیم؟ چون که اکشن اسپیس های ما توی این دوتا مسئله فرق دارن. چرا؟ چون یه دونه از این مسئله ها اکشن اسپیسش پیوسته است و یکی دیگه گسسته است. به چه شکل؟ توی مسئله سمت چپ که گرید ورلد هست، ماشین توی مختصات 0 و 0 قرار داره، اند با منفی 1 ریوارد و اند با ریوارد مثبت 1 قرار داره که نوشته کجاست. و توی توضیحاتش اگه اون پایین نگاه کنیم discrete action space رو گفته که گفته این گسسته هستش اکشن اسپیسش. اکشن اسپیس این یعنی چی؟ یعنی چه کارهایی میتونه این ایجنت انجام بده؟ میتونه بالا بره، پایین بره، راست بره و چپ بره. درسته؟ پس این کاملا گسسته است. ولی توی مثال سمت راست که میبینیم اکشن اسپیس ما پیوسته است، یعنی از منفی 1 شروع میشه تا به 1. پس میتونه اعداد خرد هم داخلش داشته باشه. معنی اکشن اسپیس پس میشه تمام حالتهایی که یک ایجنت میتونه داشته باشه برای اینکه اکشنی رو انتخاب کنه توی اون انوایرمنتی که هست و میتونه گسسته یا پیوسته باشه که این دو نوعش هم اینجا گذاشتیم. یک بحثی داریم در مورد پالیسی. پالیسی تقریبا میشه گفت مهمترین یا یکی از مهمترین اجزای
این reinforcement learning هست برای اینکه مغز متفکر اون ایجنتی که داریم و از چیزی که استفاده میکنیم بابت اینکه ایجنت ما تصمیم بگیره و یا حالا تصمیماتی رو به سرانجام برسونه، اون اسمش پالیسی هستش. پالیسی یعنی چی؟ شما فرض کنید که یک استراتژی یا یک سیاستی رو در پیش میگیرید که همیشه مثلا توی بهار هر روز ساعت 12 گرمترین روز مثلا سال هستش. شما با این پالیسی همیشه یک سری لباس میپوشین، ولی بعد از مدتی ممکنه به هر دلیلی مثلا مسافرت کنید به یک شهر یا کشور دیگه، یا اصلا مثلا گلوبال وارمینگ و مثلا وضعیت جوی آب و هوایی به طوری تغییر بکنه که این سیاستی که شما در پیش گرفتین توی 1-2 سال اخیر دیگه بدین شکل نباشه. یعنی برید بیرون بهار ساعت 12 ظهر ببینید که نداره بارون میاد، شما متوجه میشید که باید طبق چیزهای دیگه این تصمیم رو بگیرید و سیاستی در پیش بگیرید. شما یک جایی داشتید اشتباه میکردید، شما معیارهای اشتباهی شاید داشتین یا حالا به هر دلیلی. توی reinforcement learning هم به همین شکل هستش که اون ایجنت شما یک سری اکشن انجام میده و این اکشن ها به environment میرسه. حالا یک استیت و ریواردی برمیگرده به ایجنت متوجه میشه که آره ریوارد خیلی خوبی گرفته، تشویق شده، پس احتمالا این درسته، همین رویه رو ادامه میده تا دوباره مثلا به یک جایی میرسه متوجه میشه که نه اینجا داشته اشتباه میکرده، یه تنبیه خیلی بزرگی میشه، میفهمه تا الان اصلا هر کاری میکرده اشتباهه، الان طبق اون رویه هرچی میره داره تنبیه میشه، پس بدین شکل مطمئن میشه که این رویه اشتباهه، این پالیسی، این سیاستی که در پیش گرفته اشتباهه. کل کار ما اینه که ایجنت یک سری اکشن انجام بده و انوایرمنت به ما اون فیدبک رو بده حالا به هر شکل و ما این پالیسیه رو هی بازسازی بکنیم. یعنی هی متوجه بشیم که این ایراد کار ما کجاست، ما کجا داریم اشتباه میکنیم. حالا میخوایم بریم در مورد یک سری الگوریتم صحبت بکنیم. البته قرار نیست تو این کورس در مورد الگوریتم ها صحبت بکنیم، ولی قراره که یه صحبتی در موردشون بکنیم که چه چیزهایی هست و نیست و شروع کنیم یک سری پیاده سازی انجام بدیم. پس برای اینکه پیاده سازی رو انجام بدیم لازمه که یک پیش زمینه‌ای داشته باشیم. برای این کار ما اینجا 3 تا الگوریتم خیلی، یعنی یک دسته الگوریتم هایی رو آوردیم. دسته اول الگوریتم های uninformed هستن، uninformed search، یعنی الگوریتم های جستجوی بی اطلاع. دسته بعدی الگوریتم های جستجوی با اطلاع و مطلع، بعضیا بهش آگاه و ناآگاه هم میگن، بعضیا بهش ناآگاه و آگاه هم میگن. و لوکال سرچ الگوریتم ها که مثلا واسه الگوریتم های سرچ ناآگاه ما BFS و DFS و Depth Limit Search داریم که در مورد بعضیش حالا صحبت میکنیم. آگاهانه A Star Search و Greedy Search رو داریم. برای لوکال ها هم مثلا الگوریتم ژنتیک رو داریم یا Hill Climbing. مثلا میخوایم در مورد Breadth First Search یا Depth First Search صحبت بکنیم. Breadth First Search میشه عکس سمت راستی. الگوریتم به چه شکل هست؟ الگوریتم اینه که میگه از یک نودی شروع میکنه، نود شماره 1، میگه من نزدیکترین همسایگانم رو میخوام پیدا بکنم و بهشون مثلا سر بزنم. نزدیکترین همسایه های یک نود 1 چی هستش که نارنجیه؟ میشه نودهای 2 و 3 که با سبز نشون داده میشه. پس میره به 2 و 3 خیلی واردش نمیشیم. مثلا اینجا یک کیوی هم هست، یک صفی هم هست که اسم این نودهای 2 و 3 رو توی اون صف مینویسه و بعد از 2 مثلا به 4 و 5 میره، بعد دور برمیگرده میفهمه توی صف 3 هم نوشته، از 3 هم به 6 و 7 میره. ولی نمیخوام در مورد جزئیاتش صحبت کنیم، هرچند که من پیشنهاد میدم که اگه علاقه‌مند هستین حتما سرچ کنین. توی یوتیوب کلی ویدیو هستش که زیر 4-5 دقیقه به شکل ویژوالی کاملا به شما نشون میده که قضیه از چه قرار هست. ولی چون این کورس قرار نیست
راجع به الگوریتم های این مدلی باشه و وقت اجازه نمیده، پیشنهاد میکنم که خودتون حتما سرچ کنید و در موردش مطلب بخونید. داشتیم میگفتیم که توی الگوریتم BFS که الگوریتم سمت راست هست توی شکل، نود 1 به نزدیکترین نودها که میشه گفت همسایگانش هستن 2 و 3 سر میزنه و دوباره همین رویه رو ادامه میده، لایه‌ای میره پایین، یعنی به شکل افقی میاد. حالا میگه همسایگان 2 چیان، 4 و 5، همسایگان 3 چیان، 6 و 7. بدین شکل به همه نودها سر میزنه، بینشون جستجو میکنه کاملا ناآگاهانه. و این BFS بیشتر کاربرد داره توی پیدا کردن نزدیکترین مسیر. توی جایی که میخوان نزدیکترین مسیر رو پیدا کنن، مثلا پروداکت هایی که کارشون با GPS هستش که از این مسیر تا این مسیر رو پیدا کنن، ببینن کدوم خیابونا مثلا ترافیکش کمتره، اونا مثلا معمولا میان از این مدل الگوریتم استفاده میکنن، حالا به شکل خیلی بیسیک. ولی شکل سمت چپی که در مورد DFS هست این شکلی نیست، چون حرف از عمق زده جستجوی عمقی انجام میده. یعنی وقتی که نود 1 که نارنجی رنگ هست به نود مثلا شماره 2 میرسه، به شکل عمقی دوباره همون نود رو میره پایین و تا به اون نودی برسه که دیگه چیزی تهش نداره، یعنی مثلا مثل نود 3 و 4. و بعدش که این کار رو میکنه دوباره برمیگرده بالا، میره دوباره سراغ یه نود دیگه، اونو به شکل عمقی میره پایین تا به جایی که قرار هست برسه، دوباره برمیگرده بالا، اگه چیزی جا مونده باشه دوباره میره پایین و در آخر دوباره برمیگرده به همون بالا، به اون نود مثلا پرنت که بخوایم بگیم. این نودهای پایین رو اگه مثلا چایلد حساب بکنیم، فرزند حساب بکنیم، نودهای بالا قاعدتاً هی نودهای مثلا پدر و مادر و جد و این مدلی محسوب میشن. پس فرق BFS و DFS این هستش. A* رو داریم، گریدی سرچ رو داریم، سرچ حریصانه، و همینطور یه سری الگوریتم لوکال سرچ که همه رو میتونید سرچ کنید، در موردش بخونید. منم کاملا پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدید. اینجا میخوایم در مورد یک مسئله صحبت کنیم به نام مسئله تاکسی درایور. مسئله میشه اسمشو گذاشت، بازی میشه اسمشو گذاشت، دوباره مسئله میشه اسمش رو گذاشت، بازی میشه اسمش رو گذاشت، هر چیز دیگه ای کاری نداریم. اجزای تشکیل دهندش چی هست؟ ما یک گرید بورد یا گرید ورلد داریم که اینجا 4x4 هستش توی محور X و Y. یه ماشین داریم، یه بریر یا همون میشه گفت مانع داریم، و یک مسافر داریم و یک تارگت داریم که قرار هستش که به اونجا برسه. پس اجزای این مسئله میشه یک صفحه گرید شطرنجی 4x4 توی این مسئله. یه ماشین داریم، یک مانع داریم، یک مسافر داریم و یک تارگت. مسئله به چه شکل هست؟ مسئله بدین شکل هستش که این ماشین مثلا از مختصات 0 و 0 قرار هست بره مختصات 2 و 1 این مسافر رو سوار بکنه، ماشین بره به سمت تارگت که مختصات 0 و 3 هست و مسافر رو اونجا پیاده بکنه. کل مسئله به همین شکل هست. حالا اینجا ما میتونیم انوایرمنتمون رو این گرید ورلد در نظر بگیریم. ایجنتمون قاعدتا ماشین هستش و این ماشین میتونه یک سری اکشن داشته باشه، راست بره، چپ بره، بالا بره، پایین بیاد. الان میخوام اکشن اسپیسمون رو یعنی داریم میگیم اکشن اسپیس هامون چیا هستن؟ راست، چپ، بالا، پایین، سوار کردن مسافر و پیاده کردن مسافر. یعنی 6 تا اکشن هست که این ایجنت ما میتونه انجام بده. و حتما این مانع ها کاری که انجام میدن اینه که نمیذارن ماشین از اونجا عبور بکنه، که توی حل مسئلهمون بهش میپردازیم که اصلا به چه شکل هست، ولی به زبان خیلی ساده قرار نیست ماشین از اونجا عبور بکنه، یه جورایی بنبسته. مثلا توی این مسئله دیگه این ایجنت به راحتی گذشته نمیتونه مسیر یابی بکنه و با سریع ترین مسیر ممکن، چون که این مانع ها نیستن، برسه به اون تارگتی که داره. به خاطر همین اینجا یک سری محدودیت ها برش گذاشتیم که از اینجا نمیتونی عبور بکنی، از اونجا باید عبور بکنی، و این محدودیت ها باعث میشه که این ایجنت
یه کمی با سختی بیشتر مسیری که قرار هست انتخاب بکنه رو انتخاب بکنه. حالا باز این گرید کوچیکیه 4x4 ولی خیلی جا هست که میتونیم مثل یک میز این مانع ها رو بچینیم که این ماشین قاعدتا دیگه یه جاهایی به بنبست بخوره، یعنی فکر میکنه که آره از این مسیر میتونه بره، میره تا آخرش میبینه که نه بنبسته، اصلا راهی نداره، پس دوباره باید برگرده و بالاخره بهترین مسیر رو پیدا بکنه. امیدوارم که از این جلسه لذت کافی رو برده باشین. حتما مجددا پیشنهاد میکنم که در مورد مقاله آقای دیوید سیلور که اسمش Reward is Enough هست مطالعه کنید، همجوری عکس‌هاش رو نگاه بکنید، یه نگاه خیلی سطحی داشته باشین، لازم نیست کامل بخونین. پیشنهاد میکنم راجع به اون الگوریتم هایی که اسمش توی ویدیو بود یک سرچ کوچیکی بزنین، مخصوصا توی یوتیوب کلی ویدیو هستش که خیلی قشنگ با انیمیشن به شما نشون میده که این سرچ ها به چه شکلی کار میکنن. و همینطور میتونین این الگوریتم هایی که داشتیم رو مثلا سرچ ناآگاهانه رو سرچ کنید و ببینید که پیاده سازی هاش به چه شکل هست. ما در جلسات بعدی قراره که این پیاده سازی ها رو انجام بدیم، ولی بازم اگر خیلی علاقه‌مندین یا خیلی دست به کد هستین، دست به کیبورد هستین، پیشنهاد میکنم که سرچ بکنین ببینید که پیاده سازیش مثلا با زبان پایتون به چه شکل هست. این کورس یک کورس خیلی عملی و دست به کده، یعنی شما قاعدتا باید دست به کد باشین و کد بزنین. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که سرچاتون رو بیشتر ببریم به سمت چیزهای عملی محور و فقط اینطوری نباشه که یک چیزی بخونین یا حتی کد رو بخونین و توی ذهنتون فکر کنید که متوجه شدین. نه، در واقعیت به این شکل نیست. واقعیت وقتی که شما دستتون رو میارید روی کیبورد شروع میکنید تایپ کردن و اونجاست که میبینید نه واقعا یک مبحثی رو خوب یاد نگرفتین. توی ذهنتون اینجوری بوده که خیلی خوب یاد گرفتین و میتونم کدشو بزنم و مشکلی نداره، ولی در عمل میبینین که اصلا اینطور نیست. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که کاملا دستتون رو کیبورد باشه، تایپ کنید. این کورس هر جا که داره چیزی، مثلا من دارم چیزی تایپ میکنم یا دارم کدی رو میزنم، پیشنهاد میکنم پاز کنید، اون کد رو بزنید و ران کنید ببینید مشکل از کجاست. سعی نکنید کامل کد و کاراکتر به کاراکتر که من دارم مینویسم اونجا شما خودتون کپی پیست بزنید. سعی کنید بعضی جا پاز کنید، خودتون فکر بکنید و خودتون رو بسنجید و قرار نیستش که خودمون رو گول بزنیم. امیدوارم که موفق باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.